سال 1359 وقتی شورای نگهبان تأسیس شد، به جز نظارت بر قوانین مصوب مجلس باید بر انتخابات هم نظارت میکرد. نظارت انتخاباتی معمولاً دو بخش اصلی دارد. بخش اول بررسی صلاحیت کاندیداها، بخش دوم روند انتخاب که یعنی شورای نگهبان مراقب باشد در طول برگزاری انتخابات تخلف یا تقلبی صورت نگیرد. بعد از انقلاب کلاً 5 نوع انتخابات مختلف وجود داشت. اولین نوع انتخاباتی که شورای نگهبان بر آن نظارت میکرد همه‌پرسی بود. این موضوع خیلی حساس نبود، چون 2 همه‌پرسی قبل از تشکیل شورای نگهبان انجام شده بود، یعنی همه‌پرسی شکل نظام و همه‌پرسی قانون اساس. بعد از تشکیل شورای نگهبان تا به امروز فقط یک همه‌پرسی که آنم همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی بود انجام شده بود. اما دومین نوع انتخابات ریاست جمهوری بود. متن قانون اساسی مصوب سال 1358 وظیفه بررسی صلاحیت‌های نامزدهای ریاست جمهوری را به عهده شورای نگهبان گذاشته بود. سومین نوع انتخابات خبرگان رهبری بود. آیت الله مهدوی کنی، عضو فقهای شورای نگهبان، در مورد مراحل آماده شدن این شورا برای نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان توضیح دهند. مراحل آماده شدن شورای نگهبان جهت نظارت بر انتخابات. مراحل آماده شدن یکیش نوشتن قانون انتخابات بود، آیین‌نامه انتخابات بود که اینها رو ما قبلا تهیه کرده بودیم و به توشیح امام هم رسیده و ابلاغ هم شده برای مقامات رسمی. بعد هم تشکیل هیئت نظار و هیئت نظارت مرکزی. قانون اساسی تصریح کرده بود که قانون انتخابات و شرایط نامزدهای خبرگان برای اولین دوره باید توسط شورای نگهبان تعیین شود و از دوره‌های بعد خود مجلس خبرگان برای اینکه استقلالش حفظ شود این قانون را به نحوی که صلاح می‌داند تغییر بدهد. اما شورای نگهبان چه کرد؟ سال 1359 اعضای شورای نگهبان برای تعیین تکلیف قانون انتخابات خبرگان رهبری دور هم نشستند و جلسه تشکیل دادند. حالا به نص قانون اساسی اختیار کامل داشتند که خودشان هر قانونی که می‌خواستند برای دوره اول بگذارند و دستشان برای نظارت بر همه کاندیداها باز بود. اما شورای نگهبان تایید صلاحیت نامزدها را به گردن نگرفت و تصویب کرد که هر کسی از 3 مدرس مجتهد حوزه‌های علمیه نامه تاییدیه داشته باشد صلاحیتش تایید شده و میتواند نامزد انتخابات خبرگان بشود. تازه بعد از اینکه خبرگان تشکیل شد این نمایندگان خبرگان بودند که خودشان قانون را عوض کردند و نظارت بر انتخابات خبرگان را به میل خود به عهده شورای نگهبان گذاشتند. چهارمین نوع انتخابات مجلس شورای اسلامی بود. اصل 62 قانون اساسی می گفت که قانونی که بعداً مجلس می نویسد مشخص می کند که شرایط انتخاب نمایندگان مجلس چه باشد. یا در سنگر ارشاد و توحید و عدالت به زیر تابش خورشید خون. سال 1359 مجلس اول تشکیل شد. یکی از کارهای نماینده ها همین تعیین سازوکار قانونی انتخابات مجلس و تایید صلاحیت نماینده ها بود. همان مجلس اول قانونی تصویب کرد به اسم قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس و به این ترتیب مجلس اول که بدون نظارت شورای نگهبان تأسیس شده بود هم به دست خودش و با میل اکثریت نمایندگان نظارت و تعیین صلاحیت نامزدها را بر عهده شورای نگهبان گذاشت. میماند پنجمین و آخرین نوع انتخابات که آن هم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بود. در قانون اساسی هیچ اسمی از شورای نگهبان برای نظارت بر شوراهای اسلامی شهر و روستا برده نشده بود. برای همین هر وقت نماینده‌های مجلس می‌خواستند قانونی تصویب کنند که شورای نگهبان بر کار انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نظارت کند، شورای نگهبان زیر بار نمی‌رفت و اعلام می‌کرد که این خلاف قانون است. شورای نگهبان هنوز هم زیر بار نظارت در این آخرین نوع انتخابات نرفته است و این نظارت بر عهده وزارت کشور قرار دارد.